وسیله است. لعنت بهت، از جلو چشمام خفه شو. اوف ولک چه زیدی استخدام کردن. تو فقط اخبار بگو، ما خود داریم دروغ میشنویم، حداقل از زبون تو بشنویم. سرخط خبرها. شماری از شهروندان در نقاط مختلف کشور گزارش‌هایی از مشاهده یک شیء ناشناس پرنده در آسمان ارائه کردند. این شیء که به گفته شاهدان به صورت نورانی و با حرکتی غیر عادی در آسمان دیده شده، باعث تعجب و نگرانی برخی شده است. چی بود؟ آتش‌سوزی‌های گسترده در چندین کشور، زلزله‌های شدید در آسیا، سونامی در سواحل اقیانوسیه و بحران قحطی در جهان جان میلیاردها نفر را تهدید می‌کند. ولک چی به سر دنیا اومده؟ دکتر راست میگه فرکانس زمین داره میره بالا هم. همکنون خبر فوری اختصاصی از کانال ایر نیوز. در یک حمله غافلگیر کننده چندین نقطه از تهران مورد هدف قرار گرفت. منابع داخلی از انفجارهای شدید در